در یک دهه یک جوانی بود. وقتی که جوان به وایه می رسد، پدر و مادرش می خواهد که او را همسردار کند. اما جوان یک عیبی داشت، اما نمی خواست که به پدر و مادرش برساند. یعنی از مردینگی خود تنقصی می کشید. با پدر و مادرش گفت من همسردار شدن نمی خواهم. و پدر و مادرش چندین بار به این تاکید کردند که ما می خواهیم که کلیندار شویم. پسر بچه را مجبوراً به زن می دهند. شب اول عروسیشان بود. پسر بچه به همسرش گفت ای نازنین من، تو با من خوشبخت نخواهی شد. عیبهای خود را به همسرش گفت و این دختر که با ایمان بود گفت ای همسرم، اکنون من در نکاح تو هستم، هم قانونی و هم اسلامی. من با همش صبر میکنم، انشاءالله با تو خوشبخت خواهم شد. از سخنهای زیبای زن این پسر خیلی خوشحال می شود و زندگی خود را دوام می دهد. از بین 7 سال می گذرد، اما این مرد حالا هم فرزنددار نشده است. و پدر و مادرش با پسرش می گوید پسرم، ما می خواهیم که بابا شویم. 7 سال شد که از بین گذشت، تو فرزنددار نشده ای. می خواهیم که از همسرت جدا شوی. این پسر بچه خیلی غمگین می شود، نمی داند دیگر چی کار کند. وقتی که همسرش این را غمگین می بیند می گوید شوهری عزیزم با تو چی شد؟ این واقعه را بر همسرش نقل می کند. می گوید پدر و مادر من این را خواسته ایستادند. این زن که از خدا می ترسید گفت میلش من می روم، تو سخن پدر و مادرت را رد مکن، چون که اون پدر و مادری تو هست. گفت وقتی که من رفتم تو 40 روز پس می توانی که عائله برپا کنی. و پسر عروس کابیده شروع کردند و یک دختری را پیدا کردند. این دختر برآمده رفت به خانه پدر و مادرش و با پدر و مادرش گفت که من چیله نشینی آمدم، یعنی که من 40 روز میشینم به من کسی خلال نرساند. این زن 40 روز نشسته در حق شوهرش دعا طلب میکرد از خدا که خدایا به این همسر من یک شفای بده که برای همسری آینده که دارد در نزد او شرمنده ای را نسازی. همیشه دعا میکرد. بعد از 40 روز اینها توی را انیق کرده بودند. روز توی بود که زنی که نو به خانه می آورد در راه صدمه می شود و اون عروس از دنیا می گذرد. پدر و مادر پسر می گوید که تو غمگین مشو، در دهه دختران خیلی زیاد هستند. پسر دیگر طاقت نمی کند تا عیب خود را به پدر و مادرش می گوید که پدر جان من همین گونه عیب دارم، عیب در من است، نه اینکه در آن دختری که شما از خانه راندینش. پدرش زیغ شده به خانه آن دختر رفته کلینی پیشترش را گرفته برمیگردد. میگوید که من خاک پای تو شوم که تا اینقدر سال سیری همسرت را فاش نکردی. بعد میگوید که شما میتوانید که از این سپس با هم دیگر زندگی را دوام دهید. و این دعایی که همسرش کرده بود الله به خاطر اینقدر دعا و اینقدر صبر این زن به اینها فرزندانی صالح و صالحه به دنیا می آورد. این قصه دلالت به چی میکند دوستان عزیز؟ دلالت به آن میکند که سیر همسرت را همیشه پنهان دار. هر یک سیری که همسرت میشود در زندگی، هر عیبی است، هر یک گناهی که میکند باید که او را پنهان داشت.